صحت سلامت باشین. تشکر به همه شما که میبینین و دستگیری میکنین، پذیرید میکنین. نبورا تشکر به انسان هایی که آبونه نبودن آبونه شدن. یعنی ما همه وقت کوشش میکنیم در این حالت مردم تنها نمونیم، با هم روی مردم باشیم و فکر نظرهای خودمون به مردم رسانیم و کوشش کنیم که مردم خودمون یعنی که با یک راه درست هدایت کنیم تا که اشتباه و خطاگاه خودشون گویم که راه عذر با فکرم اینترنت هم سستر هست. خطاگی هر یک تایما و شما باعث خطاگی راه نتین. اگر که شما با خطاگی با اشتباه که راه دادین، زیان و اشتباه شما شاید خطر یک انسان دیگر شود. انا پیغام ما با حکومت جمهوری تاجیکستان به نام حکومتی که امروز غصبگری که 30 سال در سر قدرت ایستادگی است، بسیار انسان ها تاکید می هم از پشت خطاگی های یعنی که این جنگ جنجال هم از پشت همین حکومت شده ایستاده است. اگر که شما در آب و در علاقه زده باشین، پس این اشتباه همین حکومت است. ما حق داریم که این حکومت همه وقت بگیم که یعنی که تلک بستیم کم کم. انا حکومت یعنی ما چی گفتنی هستم؟ حکومت ببینین امروز یعنی مردم ما مردمی چی است؟ مردمی یعنی مسلمان و در دین اعتقاد دارن. امروز بسیار خانه و مصیبت در مصیبت قرار دارن، اما شما اکثر چیزها را نبرآورده ایستادین. این باعث اشتباه شما هست که یعنی اون سالداتی که 6 نفر همراه خودش ترک کند او را شما نبرآوردین و غیر چیزها را شما نگفته ایستادین. این یعنی ما اینفرماسیای بیشتر و درستتر در جامعه جهان رسانده نتونسته ایستادیم خطرها را که چی خطرها شده ایستاده است. همه وقت پنهان کردن شما امروزه اشتباه و پنهان شما امروزه باعث جان چندین جوان مرد حضور اینترنت و نچسبیده است باشن نویسین. کور با تشریف و با اختیار برادر با اختیار گورم باشن، یک بگیم که اکتیور و یک صنعتکارم باشن، امروز خانه مردم در مردم رفته تشکری کرده یعنی همدردی خودشون گفته از خاندان همون انسان ها با خبر شده یک تسلی یعنی دیلکی کرده ایستادن. با حکومت چی گفتنی هستم؟ حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی تمامی انسان هایی که دین داشتن، مسلمان بودن، ملاحات و غیره، انسان هایی که بسیار سرکوب و سرزنش کرده، امروز هم از ترس هیچ جا رفتن نمیتونن. خواهش میکردم از حکومت یعنی که طلب میکردم حتی که کلی خواهش نی که امروز از عالمان دین که مردم ما اعتقاد به اسلام و مسلمانی خودش دارن، از همون انسان های دیندار، انسان های شناخته که در تاجیکستان یا وقتا در یوتیوب و در کاست و در دیسک ها بگیم که برآمد میکردن در جای ارتیست ها، اینها را یعنی یک جامعه تشکیل کنین، دستراچ امنیت جمهوری تاجیکستان یک تشکیل کنین، از این چیز یک نقلیات ها و بگیم که اینا را خانواده همون انسانایی که در این راه قربانی شدن باعث اشتباه شما بود که اینا قربانی شدن، خانه های همون رو روان کنین. این انسان ها تو جای گوشت آش نباشه نمی روان، اینا را گشنه هم باشد تشنه باشم خانه همون انسان ها برین. برای چی؟ برای آنکه اون نوارهایی که من دیده استادم یک مسافد ریشی درازی زیبایی یک بگیم که انسان دین دار اعتقاد دارد، برای او را از دین تسلیح دادن برای نبیره فرزندش یا دیگر مادر یا دیگر انسان، برای او را یک تسلیح دینی، یک حدیث قرآن، یک آیت خواندن از اوجا در خانه او، امروز همون خاندان در همین چیز نیاز دارد. من دیده ایستادم از گفته هاشون، از غروراشون، اگر که گرچند اون مادر گپ میزنه که من فخر میکنم یعنی فرزندی من، نه همه ما فخر میکنیم فرزندی خودی شما، سر ما تعظیم باور کنین، ما دعا میکنیم در حق فرزندتون.
تنها فرزند شما بلکه حیات مادر و پدر و خواهری بگیم کلی تاجیکستانی را حمایت کرده جان داد. نه اینکه بگیم که یک چی باشه، اما با اشتباهی این حکومتدارای بی عقل، این حکومتدارای بی فراستی، بی فرهنگی، بی مدنیتی که عموما نمیدونن سیاست چی هست، بعد نوک تیر یراق ایستادگی است. اگر اهمیت بتین وزیر دلبایوب که رفته است پادپیش داره خندیده ایستاده است، نمیگه در اینجا چقدر خون رفت، در اونجا بود دیسکتیک میگذرونه، یه بار کرده بدی کارایم در بالای خونی شهیدان رقص بازی کرده بود، در بدخشان هم کار کرد، یعنی که در سرحد هم کردی کارا. بازم تکرارن این حیوان زاده ها این کارا میکنن، اینا عقل ندارن. تبسم شوین، میدونین برای چی؟ درد نمیکنن درد شما را هموطنان عزیز، برای که این کثافت نه اکش مرده است، نه دودرش مرده است، نه جیانش مرده است، نه خش تبارش اذیت دیدگی است. همشون در خانه لوکس زندگی میکنن، ماشینای لوکس خطی میگردن، خانه‌شون در یگان بار سفید نمیبره. این کی پروای فرزندی یک غریب دیگر را کنه؟ برای هم خندیده ایست سلام کرده، تبسم، خنده. این بفراسته این بار اوش نخوردن نکی، یا که اوشا نشان ندادن خوردگیشون. 300 بارشید پادپیش میکنن، میرون میوین، میرون میوین. بفراستی، به مدنیتی، به عقلی خرصفتون اینو سیاستمدار نیستن. میگم که سلام میگیم مردم ایواز کردن در کار ایران، مردم میدان بروین، مردم دیده است این جنگ، یعنی که این جنگ برای شما باید یک شجاعت بخشه. این جنگ برای ارمیا، برای مردمی که ویدیو دیگه در وطن خدمت بکنیم، تغییر که حکومت بس بدگی ایستادن. میدونه نمیره. یک بار هموطن عزیزم قربانی چشماتون شم، یک بار خیلی چست بکنین همی چیزا در پوست خودتون، یک بار در پایتخت حل میشود. و بگیم که دوستای عزیزم هموطن، مرا وقتم کمتر بود، نه که تا قدر این کن دیگر من گفتم یه بار قطع شما در افیر ببرم. امروز شما را تنها موندن واقعا هم برای ما قدر درست نمیبینم. برای خودم نه، هموطن عزیزم، برادرای گرامی اولی قدرم، کوشش کنین در خانه هایی که فرزنداشون برای ما و شما، برای حمایت پدر مادرای ما و شما وفات کردن، بگیم که یگان برادری که با عقل، با فرهنگ، با مدنیت است، نه انسانی که حیات دیدگی است، میدونه چی گپ است، یک کرتا باز کنین، یک بگیم که یک ارگانیزوات کنیم اروپا هر دولت ها و همه را جمع کرده، بگیم که با خانواده همون بعضی هاش خانه‌شون ببینین، یعنی خانه‌شون که نقیشته که همون سفید خانه شدیده نه. امروز باید و دیگر مادرها، دیگر پدرها، دیگر حمایت ما برای حمایت امام علی حتما رسم ها و دیگر تا که ما با خبر شویم و کوشش کنیم یا مبلغ لازمی کمتم نه یا لازمی جمع کرده یک کمیسیه خودی مهاجران تشکیل کرده در داخل تاجیکستان و بگیم که هر نیازی که خانواده ها دارن این زمستان بگیم در کار است. پرودکت بگیم که نگاه بین میکردگیش رفت، او را باید ما و شما از این فاند بگیم هموطنان این پیغام لازمی که انسان های با عقل، با فهم، با مدنیت کنترل میکردگی انسان ها یک گروپ تشکیل کنین و رهبریت انتخاب کنین. در گروپ هر یک تینا چک همشه باید کنکرت نه کنترل کرده چند قدر اسراف میشه و بله راه رو راست خودی خودش داره، قدم بر میشه و جنگ میشه و شهید میشه و آدما مردار شوار میبرن گور میکنن تا که حتما این چیزا ما و شما باید دستگیری کنیم. خدا نگهبانتون هموطنان عزیز و حکومت حتما را یک قوای دل شود. خدا نگهبانتون. فکر کامنت بنویسین هموطنان عزیز.